بعد ملاقات اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان روز 12 مای با زیران مملکت در دهه گل‌آباد جماعت دهات مهنت‌آباد ناحیه به نام میر سید علی حمدانی و آخرین نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه با اهل جماعتچی جماعت دهات گذرانده شد. در این همایش معاون رئیس ناحیه باید ماهیت ملاقات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برآمد نموده نقطه‌های آن را به ساکنان فهمانیده داد. در این چاره‌بینی صاحبکاران محلی سخاوتمندان اشتراک نموده برای در چنین کارهای خیرخواهانه و آبادکاری‌ها سهم ارزنده خود را گذاشتن آمادگی خود را ابراز نمودند. در این روز با دستگیری ساکن دهه گل‌آباد عبدالمجید ایوبوف و 30 نفر نیازمندان شخصان معیوب و یتیم کل کمک‌های یکبخته پولی رسانیده شد. روز 12 که ملاقات پیشوای ملت جناب عالی با اهل جامعه و اهل کشور تاجیکستان که بود، یکی از اشتراکیان همون ملاقات بودم. البته توصیه و دستوری که جناب عالی دادن و من یک تأثیر نیک بخشید به خود تصمیم گرفتن که اگر یک خدمت اندک این باشد، اینه که برای یک کم وضاعت‌ها یا که معیوبان یا یتیمان کلی که در همین دهه داشتن کمکی به واسطه خود را اندک هم باشد برسانیم. و هم خاطر ما اهل مسجد با همراه بعضی سخاوتمندان این دهه تصمیم گرفتیم و کمک خود اقدامی که توصیه که جناب عالی داده بودند طبق همو و همین معیوبان و یتیمان همین دهه کمک خود دریغ نداشتیم رساندیم. پیش از این ملاقاتی که جناب عالی در پیام سالانه که جناب عالی داشتن طبق پیام او، یعنی که در چند کاری نه که در همین دهه هم دست داده بودیم، راه سنگ فرش کردیم، در اطراف مسجد درختان شناندیم و برای مردم بعضی کم وضاعتان یتیم کل یعنی که خدمت‌های خود با رسانده بودیم. اگر چند خدمت اندک انکی باشد رسانده بودیم. با از این بعد تصمیم داریم که زیادتر اگر شرایط ما باشد اینه که وای مردم بر یتیم و بر جاماندگان دهه یا که از غیر دهه در ناحیه و در جمهوری در جایی که دست ما برسد کمک خود دریغ نمی‌داریم، ان شاء الله میرسونیم. همین گونه واخری‌ها در دیگر جماعت‌های دهات ناحیه دایر کرده شده به نیازمندان کمک‌های خیریوی رسانیده شدند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه میر سید علی حمدانی برای برنامه اطلاعاتی نوید.